سلام خدمت دوستان عزیز همراهان کانال. خب طبق رویه قبلیمون ما میخوایم که تدریس کتاب دستینیشن رو ادامه بدیم و این بار رسیدیم به یونیت 3 درس 3 که درباره گرامر هست، زمان گذشته. توی این فصل ما تمامی زمانهای گذشته رو پوشش میدیم، همه رو مرور میکنیم، یاد میگیریم و این یکی از شاید میتونم بگم جامع ترین آموزش هایی هست که از درباره زمان گذشته میتونید پیدا کنید، چون که تمامی نکاتی که حالا چه تکمیلی هست یا نکات اولیه هست رو ما اینجا کامل پوشش میدیم. بنابراین ویدیوهای ممکنه یه خورده طولانی بشه. اگر حس میکنید که زمان کافی برای گوش دادن به همه این کلیپ رو ندارید، میتونید به آخر ویدیو مراجعه کنید که اونجا یک جمع‌بندی کردم تمامی نکاتی که در طول این جلسه گفته میشه. خب بدون هیچ گونه حرف اضافه‌ای میریم سراغ تدریس زمان گذشته. خب همونجور که میدونید مثل زبان فارسی که ما چندین نوع زمان گذشته داریم، زمان گذشته ساده داریم، ماضی استمراری داریم، ماضی بعید داریم، ماضی نقلی داریم که هر کدوم کاربرد خودشو داره، ساختار خودشو داره. توی زبان انگلیسی هم به همین صورته. یعنی ما بنابر موقعیتی که درش قرار داریم و محتوایی که میخوایم منتقل کنیم، زمانی که استفاده میکنیم متفاوت. و ما میخوایم اینجا زمان‌ها رو به ترتیب بگیم. اولین زمان گذشته ساده است یا simple past simple هم بهش گفته میشه. simple past میشه ماضی ساده. استراکچرش به چه صورته؟ subject، فاعل به علاوه فعل به علاوه ادامه جمله. خب این فعلی که استفاده میکنیم با فعل گذشته باشه دیگه. خب این فعل گذشته یا میتونه رگولار باشه یا قاعده‌مند باشه که اگه قاعده‌مند باشه آخرش یه ایدی اضافه میشه. He played. He عرضم به حضورتون که listened. آخرش یه ایدی اضافه میشه. اگه irregular یا غیر قاعده‌مند باشه، بی قاعده باشه، که در این صورت اون از حالت ایدی خارج میشه، یعنی به صورت آوایی و سمایی در میاد. یعنی ما باید حفظشون بکنیم این افعال رو. مثلا swim میشه swam یا eat میشه ate، go میشه went و امثال. این در واقع تایملاین رو هم ببینه بچه‌ها. من معمولا از این تایملاین زمانی استفاده میکنم یا خط زمانی فارسیش استفاده میکنم برای اینکه بهتر بشه درک کرد زمان گذشته های متفاوت رو از هم دیگه. ما وقتی درباره گذشته ساده صحبت میکنیم یعنی یک فعلی که در گذشته شروع شده و در گذشته هم تمام شده و هیچ گونه ارتباطی با اکنون چه خود عمل چه نتایجش نداره. خب من خوردم، غذا تمام شده. من رفتم، دیگه اونجا نیستم. من مسافرت رفتم، من خواندم، من بازی کردم و دیگه بازی نمی کنم، سفر نمیرم، در حال غذا خوردن نیستم. پس کاری که قبلا انجام شده و ادامه پیدا نکرده. این تعاریف ساده خیلی به ما کمک میکنه توی فهمیدن زمان مورد استفاده که درست استفاده کنیم. پس ساختار رو دیدیم. حالا علاوه بر افعال بی‌قاعده یک سری نکات ریزی هم اینجا وجود داره. مثلا try فعل قاعده‌منده، با قاعده است، پس بنابراین آخرش ایدی اضافه میشه. اما وقتی که ما اینو تبدیلش میکنیم به فعل گذشته، وایش تبدیل میشه به آی. پس try با اینکه میشه tried ولی وایش میشه آی. استادی هم به همین صورت. پس که هر وقتی که ما وای داشته باشیم یعنی یک فعلی به وای ختم بشه، در حالت گذشته وای به آی تبدیل میشه. study studied، try tried. نکته دیگه، اگر یه فعلی داشته باشیم که حرف یکی مونده به آخرش جز حروف صدادار باشه یا vowels باشه اصطلاحاً، یعنی A, E, I, O, U، این 5 تا حرف A, E, I, O, U اگه داشته باشیم، زمانی که به حالت گذشته در میاد
کلمه بر واقع حرف آخر فعل 2 بار تکرار میشه. یک بار دیگه، اگر ما یه فعلی داشته باشیم که حرفی که مونده با آخرش جزء در واقع حروف مصوت یا صدادار باشه، در این صورت حرف آخر کلمه یا همون فعل 2 بار تکرار میشه. مثال نگاه کنید، stop شده stopped، با اینکه قاعده منده، با اینکه ایدی میگیره. plan planned. پس اینجا چون A اومده قبلش N 2 بار تکرار میشه، چون اینجا O اومده صدادار مصوته، 2 تا P 2 بار تکرار میشه. حواستون به این نکته هم باش. خب بعضی وقتا هست که ما از افعال کمکی هم استفاده میکنیم. توی جلسه اول درباره افعال کمکی یا اکسیلاری ورب هم صحبت کردیم که ساختارش به چه صورت بود، اما ایز آر به علاوه فعل. اینجا هم به همین صورته و ما از واز و ور استفاده میکنیم به جای امو ایز آر. پس واز و ور به علاوه صفت. اما یادتون باشه اینجا دیگه فعل نداریم. اون در واقع وقتی که واز و ور به علاوه فعل بیاد، اون یک ساختار دیگه میشه، یک زمان گذشته دیگه میشه. ما اینجا درباره صفت داریم صحبت میکنیم. وقتی میخوایم درباره، یعنی جمله‌مون جمله در واقع اکشن نیست، عمل توش نیست، حالت رو بیان میکنه، اکسپرس میکنه. مثال ها رو ببینید. we were happy, you were sad, they were confused. اونا گیج بودن. I was happy, he was ارزم به حضورتون که stubborn, he was stubborn. اون لجباز بود. She was delusional. اون متوهم بود. It was fantastic. اون در واقع اون یک چیز جالب بود، یک چیز تعجب برانگیز بود. خب حالت نگاتیوش چی میشه؟ حالت نگاتیوش چی میشه؟ subject به علاوه did not یا didn't که حالت مخففشه، به علاوه اینجا مهمه simple verb. پس ما وقتی که بخوایم جمله رو منفی کنیم از فعل ساده استفاده میکنیم، یعنی دیگه ایدی نمیگیره، یا اگه بیقاعده است دیگه شکل فعلش تغییر نمیکنه. همینجور برای was not یا were not. یعنی اگه ما بخوایم چه جمله رو، چه اگه اکشن باشه چه اگه حالت باشه بخوایم منفی کنیم، اینا خیلی ساده است دیگه، همتون بلدین. بعدش فعل ساده میاد. I did not read a book yesterday. من کتاب نخوندم دیروز. کوئسچنش میشه did به علاوه subject به علاوه simple verb. پس وقتی که ما بخوایم درباره جملات منفی یا جملات سوالی استفاده کنیم از فعل ساده میاد، با وجود اینکه زمانش گذشته است. Did you go to the school last week? آیا تو هفته پیش رفتی مدرسه؟ Did you go? Did you went? نه. Did you go? خب یه خورده جلوتر میریم، یه خورده عمیق‌تر میشیم. خب از چه زمانهایی ما از فعل گذشته استفاده میکنیم؟ یعنی توی چه محتواهایی ما میتونیم از فعل گذشته استفاده کنیم؟ مورد اول completed action، یعنی زمانی که یک فعلی انجام شده باشه، یک کاری انجام شده باشه. action یعنی کار یا فعل، completed یعنی کامل انجام شده. We saw a movie، ما یک کتابی رو دیدیم، یک فیلمی رو دیدیم. We saw a movie، یک فیلمی رو دیدیم. الان دیگه در حال دیدن فیلم نیستیم. habits in the past، عادت‌هایی که در گذشته داشتیم و الان نداریم. I collected stamps when I was younger. یه وقتی جوان‌تر بودم تمبر جمع می‌کردم. I collected stamps. مورد سوم permanent situation in the past، حالت‌هایی که ببینید دقت کنید، حالت‌هایی که اکشن نیست، حالت‌هایی که در گذشته به صورت دائمی وجود داشته اما دیگه الان نداره. There was a chaos in town before the new mayor came. There was a chaos in town. یک آشفته بازاری بود توی شهر، آشفتگی بود قبل از اینکه the new mayor came که شهردار جدید بیاد. پس ما داریم درباره شرایطی صحبت میکنیم که در گذشته بود. مورد چهارم general truth in the past، درباره حقایق. حالا این حقایق میتونه حقایق تاریخی باشه، حقایق علمی باشه، چیزی که واقعا فکته، همه قبولش دارن اما در گذشته بوده، ممکن الان نباشه. Xerxes یعنی خشایار
وقتی میگیم زرزس یعنی خشایار، منظور خشایارشاه. Xerxes king conquered the Greece 2500 years ago. خشایارشاه یونان رو 2500 سال پیش تصرف کرد. conquer، تصرف کردن. اگه دقت کرده باشید من این کلمه رو نخوندم 2500 years ago، خوندمش 2500 years ago. 2500. معمولا کلماتی که در واقع یکان هزار دارن، یعنی 3000 4000 5000 6000 7000، اینها رو به صورت صد تایی میخونن نه هزار تایی. مثلا من بخوام بگم 7500 نمیام بگم، در واقع افرادی که نیتیو هستن نمیان بگن 7500، معمولا میگن 7500 یعنی 75 تا 100 تا. خب مثلا بخوام بگم 1200 رو تقسیم بر 100 میکنم میشه 12، پس میگم 1200. حواستون به این نکته هم باشه. و مورد آخر the main event in a story، وقتی بخوایم یک داستانی رو تعریف بکنیم، مثلا یا میخوایم یک چیزی که خوندیم الان تعریف بکنیم، یک داستانی که برام اتفاق افتاده رو تعریف بکنیم. I entered the room، من وارد اتاق شدم when I saw my friend، که دوستم اونجا بود. حالا در ادامهش ممکنه حالا هر اتفاق افتاده باشه، باهاش صحبت کردم، دیدم، یه صحبت کردیم، نمیدونم فیلم دیدیم، اما داشتیم تعریف میکردم اون خاطرمو. I entered the room، وارد اتاق شدم when I saw my friend، وقتی که دوستم رو دیدم. کاربرد بعدی emphatic simple present. ما emphatic توی جلسه اول هم گفتیم زمانی که میخوایم تأکید کنیم، زمانی که میخوایم روی یک فعلمون تأکید داشته باشیم که بیانگر یا احساسات یا بیانگر کانترست یا تناقضه یا تضاده. مثلا فرض کنید که یه مادری میاد تو اتاق بچه‌ش، میبینه اتاقش تمیزه، بهش میگه که why didn't you clean your room؟ why didn't you clean your room؟ چرا اتاقت تمیز نکردی؟ I did clean my room. به تلفظش دقت کنید. I did clean my room. اتاقمو تمیز کردم. Can't you see؟ نمیتونی ببینی؟ پس حواستون به این نکته هم باشه که ما زمانی که میخوایم تأکیدی صحبت بکنیم از این قاعده دید یا در واقع دید هم استفاده میکنیم. توی حالت زمان در واقع حال دو یا داز میومد، الان دید میاد. فعل بعدی past continuous. مادرش توی فارسی میشه ماضی استمراری. میرفتم، میدویدم، میخوردم. خب یعنی کاری که در گذشته انجام میشده به صورت متناوب اما در حال دیگه وجود نداره. شما اینو نگاه کنید، این تایملاین رو نگاه کنید. خب این تایملاین یه past داریم، یه now داریم که حالا، یه future داریم که آینده است. اوکی، این تا اینجا. حالا یه کاری در زمان قبل یا گذشته شروع شده، ادامه داشته برای یه مدت معین و اینجا تمام شده. این بازه ما اگه بخوایم ازش توصیف بکنیم، اینو توصیف بکنیم، از ماضی استمراری یا past continuous استفاده میکنیم. اوکی، این تا اینجا. حالا ساختارش به چه صورته؟ subject فعل به علاوه was و were که افعال اگزیلاری و کمکی هن، به علاوه verb به علاوه ing. نکته verb ما اینجا سیمپله، فعلمون همیشه ساده است. پس was و were به علاوه فعل به علاوه ing. فعل به علاوه ing جرند هم میگن که ما در ادامه درباره صحبت میکنیم توی جلسات گرامر بعدی. مثلا I was working with my father. من با پدرم کار میکردم. من با پدرم کار میکردم. کار کردن، کار میکردم. گذشته است. اما گذشته‌ای که ادامه دار بوده. پس اگه ما روی تایملاین نگاه کنیم یعنی شروع و پایانش جفتش در گذشته است اما داشته ادامه میداده. I started doing here, I was doing it and I finished here. جفتشون در آینده است. در گذشته است. مثال بعدی. This time last year I was studying masters. This time last year. من پارسال این موقع I was studying masters. من در حال خوندن ارشد بودم یا ارشد میخوندم. پارسال این موقع ارشد میخوندم. چرا؟ چون ارشد چیه؟ یک بازه طولانی مدت دیگه. 2 سال طول میکشه. 2 سال طول کشیده اما به حال نرسیده. پس از زمان ماضی استمراری استفاده میکنه. What was he doing yesterday morning? دیروز صبح چی کار داشت میکرد؟
دیروز صبح چی کار داشت میکرد. پس اینجا هم ما میتونیم از گذشته در واقع استمراری استفاده کنیم. خب کاربردهاشو ببینیم، یه خورده به قول انگلیسی ها دیپ دایو بزنیم ببینیم چیا داره، یعنی عمیق بشیم. Number 1. Action in progress at or around particular moment. Action. فعلی که in progress در حال انجام بوده at or around در یا حول و حوش particular moment یک زمان خاص. میگه یک فعلی که در یک زمان خاص یا اون نزدیک به یک زمان خاص حول و حوشش اتفاق میفته. Were you studying for the exam last night? میگه دیشب داشتی درس میخوندی؟ دیشب داشتی درس میخوندی؟ نمیتونیم بگیم did you study. خب Were you studying for the exam last night? داشتی درس میخوندی دیشب برای امتحان؟ گزینه بعدی series of actions or developing situation. این جیش افتاده اینجا. series of actions or developing situation یعنی یک سری از اتفاقات. series of actions یک سری اتفاقات سریالی، یعنی یه چیزی که تکرار میشده. I was starting to doubt the results. من شروع کردم اینکه به نتایجی که به دست اومده شک کنم. I was starting یعنی داشتم شک میکردم، شروع به شک کردن کرده بودم. To doubt the results که نتایج رو شک کنم. گزینه بعدی past habits یعنی عادتهای گذشته. خب این past habits با simple past یکیه. فرقشون چیه؟ ببینید بچه ها یه نکته کلی، صرف نظر از این که درباره چه زمانی صحبت میکنیم، چه simple past باشه، چه present continuous باشه، چه past continuous باشه، چه present perfect باشه، چه present continuous باشه، چه present perfect continuous باشه، هر زمانی که هست، حالا همه اینا رو توضیح میدم بهتون گیج نشید. هر زمانی که هست اگه از فعل simple استفاده کنیم، simple present، simple past، خب داریم درباره یک فکت صحبت میکنیم، درباره عملی انجام میدیم که حقیقته، یه عملی که انجام شده تمام شده، اگه حال باشه در حال انجامه. پس توی زمان حال روی چیزی که تأکید میشه روی انجام شدنشه. یعنی مثلا اگه من simple past دارم، تأکید زمانی که از simple past استفاده میکنم یعنی تأکید بر انجام شدن و تمام شدنشه. I studied last night. درس خوندم، تمام شد. ولی وقتی که از present یا در واقع past continuous استفاده میکنم، وقتی از فرم continuous یا فرم ادامه دار یا استمراری استفاده میکنم، بیشتر روی در واقع فعل دارم تاکید میکنم، بیشتر دارم روی حالت تاکید میکنم. پس اگه سیمپل بود روی تمام شدن و اگه کانتینیوس بود یا استمراری بود روی خود عمل. پس وقتی من میگم did you study last night یعنی که درس خوندی تمام شد الان آماده ای. ولی وقتی میگم were you studying last night خب الان در واقع تمرکزم روی درس خوندنه. آیا داشتی درس میخوندی؟ چی خوندی؟ الان تو چه زمینه آماده ای؟ پس وقتی میگم did you study یه بار دیگه did you study تمام شدی. were you studying داشتی درس میخوندی، چی میخوندی، چیکار کردی. پس حواستون به این نکته کاملا کلیدی و کاربردی باشه. پس هر جا continuous دیدی تمرکز روی اکشنه، هر جا simple دیدی تمرکز روی تمام شدن. این از این. حالا past habit. پس اگه continuous اومده تمرکز چیه؟ روی اکشنه. I was always playing football back in my childhood. من همیشه با دوستان فوتبال بازی میکردم. I was always playing football back in my childhood. من همیشه با دوستان بازی میکردم. پس اگه میگفتم I played football back in my childhood یعنی که آره دیگه الان دیگه فوتبال بازی نمیکنم. قبلا یه پایی به توپ میزدم. پس حواستون به این نکته باشه. مورد چهارم. Two sets of actions at the same time. دو تا کاری که همزمان انجام میشده. As the mother was cooking, the child was sleeping. زمانی که مادر داشت آشپزی میکرد the child was sleeping. کودک داشت میخوابید. در حال خواب بود، در حال استراحت. خب ببینید این همون چیزی که هست آوردم و اینجا نوشتم. Difference between simple past and present continuous. Simple past is a completed action. She ate a cake. یک کیک خورد. پس simple past درباره یک کار انجام شده است. Present اما
past continuous اینجا یه past هم باید اضافه بکنیم. present continuous و past continuous یعنی در حین انجام کار بوده. in the middle of an action. She was eating a cake when I saw her. پس حواستون باشه اگه من یه کاریو داشتم انجام میدادم گذشته بوده و حینش یه اتفاق دیگه بیفته، اون فعل اولی رو من چیکار میکنم؟ استمراری میارم. داشتم کیک میخوردم زمانی که مامانم وارد شد یا منو دید. حتی توی فارسی هم همین استفاده رو میکنیم. داشتم از خیابون رد میشدم که تصادف کردم. I was passing the street when I had an accident. پس حواستون باشه وقتی یه کاری میخوایم انجام بدیم و حسب حینش اتفاق بیفته همش در گذشته است، تمام شده. پس اما اینجا متفاوت. حواستون به این نکته هم باشه. خب difference between these two sentences. میگه فرق این دو تا جمله چیه؟ When my mother arrived I was talking to phone. جمله دوم When my mother arrived I talked to phone. که وقتی مادرم اومد، خب I was talking to phone در حال صحبت بودم. When my mother arrived I talked to phone. صحبت کردم تمام شد. پس همونجور که گفتم was talking تأکید روی حالت یا فعل، talked simple past تأکید روی انجام شدن و تمام شدنش. اینجا تایملاینش هم کشیدم. I started talking این برای continuous. شروع کردم به صحبت کردن. خب تا کجا؟ تا اینجا که زمانش در واقع صحبت کردن تمام شد. ورود مادر که اتفاق میفته وسطش، یعنی حین تماس گرفتن و صحبت کردن من مادر هم رسیدن. Some verbs بعضی از افعال are not normally used in the present continuous. میگه در بعضی افعال هستن که در زمان در واقع استمراری حالا چه present یا در واقع past استفاده نمیشن و این دقیقا همین نکته رو برای present و past هم در واقع در present هم گفتیم. یک سری افعال هستن که هیچ وقت ing نمیگیرن صرف نظر از اینکه چه زمانی باشه، چه گذشته باشه، چه حال باشه، چه آینده باشه. تو آینده هم ما زمان در واقع ing دار یا زمان continuous داریم، future continuous داریم که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. این افعال چیا هستن؟ like, want, prefer, know, realize, understand, belong, blah blah blah, so on and so forth. وقتی میخوام بگن غیره میگن so on and so forth. like دوست داشتن، want خواستن، need نیاز داشتن، prefer ترجیح دادن، know دانستن، realize درک کردن، understand فهمیدن و belong یعنی تعلق داشتن. I liked him very much. خیلی دوستش داشتم. I was liking him غلطه. خیلی دوستش می داشتم که شیرازی هم میگن غلط. پس I was liking him اشتباه. خب بریم سراغ زمان گذشته بعدی که چیه؟ present perfect یا ماضی نقلی. توی فارسی چه زمانی از ماضی نقلی استفاده میکنیم؟ مثلا میگی که من رفته‌ام، من خورده‌ام. مثلا فرض کن دعوت شدی نهار، میگی بشین با ما غذا بخور. میگی که نه مرسی من غذا خورده‌ام. یعنی غذا خوردی، سیرت الانم سیرت غذا نمیخوای. پس یه کاری تو گذشته انجام شده، نتیجهش یا خود عمل تا حال ادامه داشته. تایملاین رو نگاه کن. past, present, future. یه کاری در گذشته شروع شده و به حال رسیده، یعنی خودش یا اثرش ادامه دار بوده تا حال. پس فرقش با continuous چیه؟ با past continuous چیه؟ اینکه اون continuous ادامه دار بوده اما در گذشته تمام شده، به present نرسیده. اما اگه به present برسه از ماضی نقلی استفاده میکنی، present perfect. پس اینجا هم نوشتم the action یا عمل or its effect یا اثرش. ساختارشو ببینید. subject فاعل به علاوه have و has به علاوه pp یا past participle یا شکل سوم فعل. شکل سوم فعل هم کاملا سماعیه، قاعده نداره، باید حفظش میکنید. مثلا go, went, gone. eat, ate. see, saw. به همین صورت. توی دیکشنری معمولا یه قسمتی داره که past participle افعالو هم نوشته.
مثال I has lost my phone. I have lost my phone. He has lost his temper. She has cooked a meal. We have seen a movie. ما یک فیلم دیده ایم. اون غذا پخته است. من کلیم گوشیم را گم کرده ام. I have lost my phone. lost. این past participleش از فعل ساده استفاده نمی کنم. cooked. She has cooked a meal. منفی چی میشه؟ subject به علاوه have و has علاوه not به علاوه past participle. I have not lost my phone. گوشیم را گم نکرده ام. She has not cooked a meal. اون غذا درست نکرده است. We have not seen a movie. See, saw, seen. ما فیلم ندیده ایم. سوالی چی میشه؟ have و has فقط جابجا میشه. جای subject و have و has یا auxiliary verb عوض میشه. have و has به علاوه subject به علاوه past participle. Have you lost your keys? Has you cooked a meal? خب common adverbs with past participle. common adverbs with past participle. میگه بعضی افعال هستن که با گذشته در واقع present perfect ماضی نقلی میان. چه زمانی میان؟ اصلا هدفشون چیه؟ این افعال هدف اینه که ما تأکید کنیم که این کاره تا الان اتفاق افتاده، یعنی تا الان ادامه داشته. خودش یا اثرش. just معنای now. She has just arrived. همین الان رسید. پیش پای شما اومد. She has just arrived. یا already به معنای sooner than expected. یعنی زودتر. I have already paid the bill. من قبض‌ها رو پرداخت کردم. بهش میگه مثلا خانم بهش میگه که قبض‌ها رو پرداخت کردی قبض این ماهو؟ میگه آره بابا پرداخت کردم رفت. I have already paid the bill. I have already paid the bill. Yet به معنای until now. الان هنوز. ترجمه دقیقش میگه هنوز. Yet هنوز. We love each other but we haven't married. But we haven't married yet. We love each other. ما هم دیگر دوست داریم. But we haven't married yet. هنوز ازدواج نکردیم. هنوز yet. خب نکته gone versus been. gone شکل سوم go هست. go went gone. been شکل سوم چیه بچه؟ be یا am is are. am is are was were که میشه گذشته و شکل سومش میشه been. خب مثالا رو ببینید فرقشون چیه؟ مثالا رو ببینید. Sarah has gone abroad. میگه که سارا رفته خارج. gone abroad رفته خارج. She is abroad now. میگه الان که داریم صحبت میکنیم خارج هنوز. پس gone یعنی رفتن، هنوز بر نگشته. اما Sarah has been to Italy. Sarah has been to Italy. اما سارا ایتالیا بوده. پس been میشه بودن، gone یعنی رفتن. وقتی میگیم بوده یعنی اینکه چی؟ برگشته. وقتی میگیم رفته یعنی برنگشته. پس حواستون به دکتر باشه. Sarah has been to Italy. پس وقتی میگیم یا مثلا وقتی میگیم Sarah has gone to Italy یعنی هنوز برنگشته. وقتی میگیم been to Italy یعنی بوده و برگشته. نکته بعدی we use present perfect when something happens for the first time. وقتی که یک چیزی برای اولین بار اتفاق بیفته از present perfect استفاده میکنیم. مثلا ببینید مثال It is the first time the president has spoken in public. It is the first time. اولین باره که چی؟ The president در واقع رئیس جمهور has spoken صحبت کرده است in public در عموم بین مردم. یا مثلا It is the first time we have driven our own car. میگه برای اولین باره که داریم ماشین خودمون رو میرونیم. یعنی تازه ماشین خریدیم اولین بار نشستیم پشت رول. We have driven our own car. خب این هم از این. بعدی present perfect continuous. زمان خب از آخر ترجمه کنیم به اول. continuous که استمراریه پس ing میگیره. perfect هم داره have و has میگیره
عذرخواهی میکنم، این در واقع اینجا باید past باشه. past perfect continuous که میشه زمان گذشته کامل استمراری. گذشته کامل استمراری همونه، یعنی یه کاری که در گذشته انجام شروع شده تا به حال رسیده و خودش اثرش تا به حال ادامه داشته. همونجور که گفتم مثل past continuous که در واقع گذشته استمراری میشه، فعل گذشته کامل استمراری هم روی اکشن در واقع تمرکز داره تا اینکه بخواد روی تمام شدن در واقع تأکید داشته باشه. مثال رو ببینید. Why are you out of breath? Have you been running? میگه چرا نفست در نمیاد؟ چرا تنگی نفس گرفتی؟ Why are you out of breath? Out of breath یعنی نفس نداشتن، نفس نداری. Have you been running? داشتی میدویدی؟ داشتی میدویدی؟ پس اینجا تمرکز روی چی بچه‌ها؟ دویدن. چرا؟ چون اثرشو داریم میبینیم که اینجا نفس نداره. پس actions افعالی که stopped تمام شدن recently فعلا، یعنی حدودا همین اطراف همین موقع or just stop همین الان تمام شد. ساختارش چیه بچه‌ها؟ گفتم بهتون continuous، پس ing میگیره، پس میشه subject به علاوه have و has به علاوه verb به علاوه ing. پس هر وقت ما ing میگیریم، ing میگیره فعل شکل چیه بچه‌ها؟ ساده است. مثل چی؟ I have been studying. I have been studying. She has been riding. They have been traveling. پس حواستون به اینا هم باشه، اینا تمرین میخواد. مثال بعدی. Where have you been? کجا بودی؟ Where have you been? I have been looking for you. داشتم دنبالت میگشتم. بچه ما سطحی که داریم تدریس میکنیم سطح C1. خب پس کسی که میخواد C1 امتحان بده قاعدتا تا الان میدونه که WH question ها چجوری ساخته میشه زمانی که ما فعل گذشته داریم. پس WH نگاه کنید، WH ها یا مثل who, where, what و when به علاوه auxiliary verb یا have و has به علاوه subject به علاوه past participle. I have been running. When have you been running? Okay? Where have you been? کجا بودی؟ I have been looking for you. داشتم دنبالت میگشتم. It has been raining for 2 straight hours. It has been raining. داشت میبارید for 2 straight hours. به مدت 2 straight hours. 2 ساعت مداوم. 2 straight hours. 2 ساعت مداوم. She is a fine painter. اون یه نقاش خیلی خوبه. She has been practicing یا she's been practicing. این خلاصه شدهشه. آپوستروف اس میگیره. اگه have و has مثلا بخوایم استفاده کنیم میتونیم به صورت خلاصه آپوستروف اس بیاریم. She's been practicing since she was a child. از بچگی چی بوده داشته تمرین میکرده. خب کاربرداشو ببینید. For how long questions. میگه زمانی که از how long استفاده میکنیم، سوالایی که how long دارن از present continuous استفاده میکنیم، present perfect continuous استفاده میکنیم. مثلا how long have you been living here? How long have you been driving? چقدر داشتی رانندگی میکردی؟ I have been driving for an hour. 1 ساعت داشتم رانندگی میکردم. یا علاوه بر how long how many or how much questions. پس اگه ما بخوایم از یک تعداد یک چیزی بپرسیم با how many و how much، باز هم از چی استفاده میکنیم؟ از present perfect. مثلا how many kilometers have you driven? How many kilometers have you driven? چند کیلومتر رانندگی کردی؟ I have been driving for 30 kilometers. من 30 کیلومتر داشتم رانندگی میکردم.
in a sentence including a time clause since. کاربرد بعدیش in a sentence در یک جمله‌ای که including a time clause since، زمانی که since داری بچه. since تو انگلیسی یعنی چی؟ یعنی از. since یعنی از. مثالاشو ببینید. I have not done my homework since I played video games. پس اینجا بچه ها اگه تایم کلازمون since باشه هم از چی استفاده میکنیم؟ از present perfect continuous استفاده میکنیم. اما توی جمله اینجا since معنای در واقع به علته هست. میگه I haven't done my homework، تمارینم رو انجام ندادم، تمرینامو انجام ندادم since به علت این که زیرا I played video games، داشتم بازی میکردم، بازی کامپیوتر میکردم. Since the new system established, less complaints have been reported. خب since از اینجا پس یه معنی میداد زیرا، یه معنی میداد از. Since the new system established، از زمانی که the new system، سیستم جدید established، پایه‌گذاری شده، شروع به کار کرده، less complaints، شکایت های کمتری have been reported، گزارش شده است. have been reported. میدونی که ما continuous present perfect نداریم توی فارسی، معادل فارسی نداریم، فقط ماضی نقلی داریم. پس میگه از زمانی که در واقع این سیستم جدید پایه‌گذاری شده، شروع به کار کرده، شکایت‌های کمتری هم گزارش شده. reported. کاربرد بعدی to emphasis on the activity. to emphasis on the activity. تأکید کنیم روی کاری که در واقع انجام شده. مثل چی؟ مثل در واقع past continuous. مثال رو ببینید. Have you been eating chocolate؟ داشتی شکلات میخوردی؟ پس ببینید بچه ها اینجا continuous آورده، یعنی داشته روی خوردن شکلات تاکید میکرده. چرا؟ There are stains all over your shirt. میگه که کل لباست لکه شکلاته. پس ما اینجا نتیجه میگیریم که you have been eating chocolate، داشتی شکلات میخوردی. بعدی have you ever eaten chocolate؟ تا حالا شکلات خورده ای؟ It's so nice. خیلی خوبه. پس اینجا ساده آوردیم، سیمپل آوردیم، یعنی present perfect continuous نیست، فقط present perfect و داره روی خوردن یا داره روی انجام دادن، میگه تا حالا انجامش دادی یا نه. I have a back pain. کمر درد دارم. I have been playing video games for so long. خیلی در واقع بازی کردم، بازی کامپیوتر انجام دادم، کمرم درد گرفت، بلند نشدم. You have assignments to do. You have assignment to do. تمرین باید انجام بدی. Have you done playing video games؟ میگه تمرینش انجام نداده و میپرسه که have you done playing video games؟ بس نیست که بازی، تا کی میخوای بازی کنی؟ Have you done playing video games؟ تمام نیستی؟ و بریم سراغ آخرین زمان گذشته که اونم باز خودش ساده داره و continuous یا استمراری. past perfect، گذشته کامل. یه حال کامل داشتیم، یه گذشته کامل داریم. past perfect ببینید بچه ها، past perfect بیشتر یک در واقع زمان گذشته نسبیه. یعنی چی نسبیه؟ یعنی ما توی گذشته یک زمانی رو به عنوان معیار انتخاب میکنیم، به عنوان رفرنس انتخاب میکنیم که اون گذشته است، این اوکیه. اما هر کاری که قبل از اون گذشته انجام بشه، خب هر کاری که قبل از اون گذشته انجام بشه رو ما به گذشته کامل میاریم یا پس پرفکت میاریم. مثلا توی فارسی در نظر بگیرید
ماضی بعید در واقع معادل پس پرفکته. ماضی بعید چجوری ساخته میشه؟ رفته بودم، خورده بودم. وقتی من میگم خورده بودم یا رفته بودم یا رانندگی کرده بودم، یعنی دارم درباره یه کاری صحبت میکنم که انجام شده، گذشته است. اوکی، تا الان اونجاش اوکیه. ولی حتی اون نسبت به کاری که قبلا هم انجام دادم باز گذشته. مثلا مثال رو ببینید، میگه که مامانم آمد به خانه اما من غذا خورده بودم. من غذا خورده بودم زمانی که مادرم آمد به خانه. یعنی مادرش در گذشته وارد خانه شده، اما قبل از اینکه مادر بیاد من غذامو تمام کرده بودم. پس ماضی بعید کاربردش اینه. رفرنس اونجا چیه؟ آمدن مادر. چون قبل از آمدن مادر کار انجام شده بهش میگن ماضی بعید یا past perfect. ساختارش رو ببینید. subject به علاوه had به علاوه past participle. پس had به علاوه past participle. She had finished. I had played. He had worked. اما حواستون باشه I had played به تنهایی معنا ندارد. چرا؟ چون گفتم نسبیه. حتما باید یه گذشته ساده هم توی جمله داشته باشیم که معنا بده. پس نمیتونم به تنهایی بگم I had played. غلطه. فقط باید بگم I played. خب وقتی میگم I had played میتونم مطمئن باشم که جمله ادامه داره و زمان جمله بعدی قطعاً باید چی باشه؟ simple past باشه. چرا؟ اونو میخوایم معیار بگیریم برای past perfect. I had finished my dinner. من شامم را تمام کرده بودم. When she arrived. وقتی اون رسید. I had seen him before. I'd seen him before. قبلا دیده بودمش. But I wasn't sure where. اما مطمئن نبودم کجا. اما نمیدونستم کجا. پس دیدید که وقتی که ما از had به علاوه past participle استفاده میکنیم حتما باید بعدش یه جمله simple past هم بیاد. Arrived یا was not sure was. تایملاین رو ببینید. past داریم، حال داریم، future یا آینده داریم. خب دو تا اکشن داریم توی past perfect که first action یا second action گذشته در واقع عمل اول و عمل دوم. عمل اول اتفاق میفته با past participle میاد، با had perfect میاد، در واقع با past perfect میاد و گذشته کامل میاد. فعل دوم یا عمل دوم simple past گذشته ساده است با ایدی میاد. اینجا I had finished یعنی تمام کردن من اینجا اتفاق افتاده اما مادر اینجا اومده. دیدن من اینجا اتفاق افتاده اما شک داشتن اینجا بوده. میگه من اینجا دیدمش، من قبلا مثلا که تو دیده بودمش اما نمیدونستم کجا، داشتم اینجا فکر میکردم. پس حواستون به اینا هم باش. خب مثل تمام گذشته ها حالت کانتینیوس هم داره، یک حالت استمراری هم داره مثل تمام قبلا. دیگه الان خودتون میدونید که فرق پس پرفکت و پس پرفکت کانتینیوس چیه. کاربرداشون چیه بچه‌ها؟ پس پرفکت روی انجام شدن و تمام شدن کار تمرکز داره. پس پرفکت کانتینیوس روی در واقع خود عمل کاربرد داره یا تمرکز داره. ساختارش subject به علاوه had به علاوه been. present perfect و present perfect continuous یا خودت بیار. present perfect continuous هم had have و has به علاوه been به علاوه simple verb بود. اینجا هم همینه اما فقط have و has شده had been simple verb ing. مثال when I looked for my pen she had been writing with it. داشتم دنبال خودکارم میگشتم که دیدم اون داره با خودکارم مینویسه. در حال نوشته بود. My back hurt. کمرم درد میکنه. Since I had been pulling so many weight. به خاطر این که داشتم وزنه سنگین میزدم. Pulling so many weight. این هم دقیقا همونه. یعنی دقیقا همون تایملاین رو ازش میتونیم استفاده بکنیم اما تفاوتش در محتواش.
قبلا این نکته هم گفتیم که تمامی افعالی که ING دار نیستن صرف نظر از این که چه زمانی باشه، چه حال، چه گذشته باشه، در حالت کانتینیوس نمیان. چه present continuous باشه، چه past continuous باشه، چه present perfect continuous باشه، چه past perfect continuous باشه. پس 4 تا زمان استمراری داریم. نکته خیلی مهم. بچه‌ها فکر کنید ببینید که آیا have got میتونه past perfect باشه یا نه؟ ساختارش چی بود؟ past perfect have، در واقع عذرخواهی میکنم present perfect have و has به علاوه past participle. got past participle هست یا نه؟ ما یه get داریم، یه got داریم. past participle get میشه gotten. پس have gotten نمیتونه present perfect باشه. have got اصطلاحه به معنای have داشتن، possession دارایی. پس have got همون have. هر جا دیدید have gotten این present perfect نیست. present perfectش میشه have gotten. Don't use it in present perfect continuous. It means to have in possession یعنی دارایی، داشتن. They have got a new car. میگه they have got a new car. میتونم gotشو حذف کنم. بگم they have a new car. این ماشین جدید دارن. They have got a new car. خففشه. ولی اگه بخوام به صورت present perfect بگم میگم she has gotten a new job. اون یک کار جدیدی گرفته است. در یک کار جدیدی استخدام شده است. Before she resigned from the company. قبل از اینکه بخواد استعفا بده. خب wrap up. wrap up یعنی جمع‌بندی کردن. جمع‌بندی کردن. اینجا هم دقت بکنید یه معادل دیگه هم براش آوردم. Take home message یا نکات مهمی که باید به ذهنت بسپاری یا اصطلاحاً با خودت ببری خونه. همیشه توی پرزنتیشن ها اون آخرش که خلاصه میارن یا میگن wrap up یا میگن take away message یا میگن take home message. خیلی اینا کاربردی. اینا در واقع کاربردهای روزانه داره، روزمره داره. پس خلاصه بخوایم بکنیم اینا برای کسایی هست که زمان نداشتن میتونه اینجا رو ببینن. تو wrap up، تو جمع‌بندی میخوایم بگیم که کاربرد هر فعلی چیه. چند تا گذشته داریم؟ اینجا نوشتم 6 تا. simple past گذشته ساده، کاری که قبلا انجام شده، تمام شده، رفته. finished I played video games بازی کردم، تمام شد. past continuous finished action but to emphasize that the event was progressing during the past. میخوایم تأکید کنیم که کار در حال انجام بوده. I was running when I ran across my friend. در حال دویدن بودم when I ran across my friend. به دوستم برخوردم، دیدمش سر راه. present perfect کاری که در گذشته انجام شده اما نتیجهش خودش تا حال ادامه داشته. I have lost my keys کلیدامو گم کردم، پیداشون نکردم. وقتی میگم I lost my keys یعنی کلیدا رو گم کردم اما الان پیدا شده. وقتی میگم I have lost my keys یعنی کلیدا رو گم کرده ام و همچنان پیدا نکردم. بخوام روی کارم تأکید کنم میگم present perfect continuous. past perfect چی میشد بچه‌ها؟ past perfect میشد کاری در گذشته که قبل از کاری در گذشته اتفاق بیفته. یعنی معیارشون چیه؟ گذشته‌مونه، معیارمون حال نیست. کاری که در گذشته اتفاق افتاده. before something in the past در یک کاری گذشته. حالا بخوام روی خودش در واقع بچه‌ها روی فعل در واقع روی فعل یا حالتش تمرکز کنم یا تأکید کنم از continuous استفاده میکنم. خیلی هم خوب. این مثالا رو ببینید بچه‌ها. take home message continuous form of the verb focusing on the activity rather than completed event. پس continuous form of the verb تمرکز دارد روی خود فعل یا در واقع فعالیت به جای کاری که انجام شده، یعنی یک کاری که تمام شدن.
simple form of the verb یا حالت ساده فعل درباره general situations حالات کلی، habits عادتها و facts حقایق صحبت میکنه که همیشه درستن. perfect form of the verb یا زمان کامل افعال، چه گذشته چه حال، چه present perfect چه past perfect. event from a point of view of later time یعنی یک زمان قبلا که یک معیار دیگه ای داره. perfect به علاوه continuous چی میشه؟ to describe an activity in progress in the past یک کاری که قبلا انجام شده و تأکید روی انجام شدنش. خب میتونید دیگه الان تمرینای فصل 3 رو هم حل کنید و جلسه 4 رو در هفته آینده من برگزاری میکنم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.